ما قرار است بریم جزیره بزرگ استانبول. دقیقا بیروبار است، حتی جای ششتن اینجا نیست. دیگه کم کم کشتی پهلو میگیره و ما وارد میشیم داخل جزیره. بچه‌هایی که دیگه فرنداش میگن کشتی ها که هستن کرایی هستن. راست من یوتیوبرای دیگه هم منظره ثبت میکنم. اینجا بریم که جنگل بود، همه چیز بود، دوستا دیدن میگه. نه جنگل رو نشون میدیم. بیاده سلام دوستای عزیز، امید که جور صحت سلامت باشین. 4 روز است، هفته هم بالای سر ما. تصویرام یک رقم همون تو سیاه و سبزینه هستیم دیگه. مقصد ببخشین شما. سلام دوستای عزیز، برسه باز دوباره با یک برنامه جدید از چنل یوتیوب چکر خوش آمدید. امروز آمدیم یک جای بسیار خوب دیگه، با ما تا آخر برنامه همراه باشین. حتما میبینید کجا میریم دیگه. ما یک دفعه ببینیم راه ما رو پیدا بکنیم که راه ما در کجاست. بعد از اون ما شما بس بقیه داستانه خیلی بسیار زیاد. امروز دوستای عزیز هوا گرم هستن، تا هوای گرم دیگه برآمدیم یک ویدیو جور کنیم. گفتیم ما قرار است بریم امروز جزیره بزرگ استانبول. توی کادابوگرافی از اینا قسمی که وعده داده بودیم، ببخشید موسی جان در پای نگفای تمام آمدیم. خواهش میکنم. گفتیم در بچه‌ها گفته بودیم یک روز میریم از جزیره های ترکیه. امروز فکر کنم همون روز است. همون روز است، فکر نکنم همون روز است. دیگه امروز قرار است بریم در جزایر استانبول. بریم راهش پیدا کردیم و کشتیاشو پیدا بکنیم. بعد از او بریم که ببینیم چی چیزا منتظر ماست و چی چیزایی رو میتونیم تصویرش رو بگیریم. بده. ما به قانونی کردیم جایی که باید پیاده راه تیر میشد، یعنی عابر پیاده هم از جا تیر نشدیم. دوستا فکر میکنیم در این وقتا موسی جان حمایت دوستا خیلی کم شده. راست میگه حمایت نمیفهم، یا مصروفیت عید هستین، در عید کاروبارای عید مصروف هستین، نمیفهم. از ما حمایت کنین، حمایتتان لازم است. کارتای ما پیسه نداشت، کمی سرگردان شدیم، پیسه رو ثبت کردیم دیگه. یادمون رفت که داخل کشتی بالا شدن بگیریم. یک 15-20 دقیقه راه باشه، از اینجا نزدیک است. در مپ نشون داد 54 دقیقه. نه؟ خب از اینجا از دیگه جای مثلا از دیگه نقاطای استانبول بیایی در جزیره بخوای برید 2 ساعت 30 دقیقه. اونجا دروازه ورود است، به خاطر اینکه کشتی وارد شویم تیکت کردیم. این کشتی هست که میره دیگه. فکر کنم میده وقت حرکت است. این جزیره معلوم نمیشه، خوش میکنیم براتون جای پیدا بکنیم جزیره رو براتون نشون بدیم. یک بیروبار است مصاحب روزی، بیروبار است، حتی جای ششتن اینجا نیست. بیخی میده این کشتی ما حرکت کرده رسته بخیر. فکر نکنم موسی جان ویو یا کدام تصویر گرفته بتونید به خاطر بیروبار است. بیروبار است. ملت دیگه ما میترسیم که باز کامرا رو دور بدیم، باز نگویه که چرا تصویری ما را گرفتیم. مثلا خاطر در پوزیشن پاک نیست. یعنی یک رقم اعتبار کردن سری مردم سخت است. 100% بریم باز جزیره رو ببینیم. اگر تا داخل دریا راه دریا اینا رو نشون میدم، اونا نشون میدم، ولی داخل نمیتونیم گرفتم. حتما بریم جزیره رو برشون نشون بدیم. دوستا خوش شدن، کسایی که دیدن خوش، دیگه کسایی که ندیدن از کشورهای اروپایی هر وقت خواستن بیاین استانبول برای شکر، حتما یک دفعه جزایر استانبول امتحان کنن. ولی واقعا جای خیلی لوکس و زیبایی هست. با ما باشید، تمام دیگه کم حرکت کنید. شانسی ما میفهمیم موسی چی شده امروز. یعنی راه رویت‌های خردترک کشتی نیست در پایان که هستن، اونا رو راهش بسته کرده که البته شاید بترسن کسی بندازه خدا یا مایده اشتوک چیزی میدی، از اونجا راحت‌تر تصویر گرفته میشه. داخل بریم، خود داخل خود بسیار بیروبار است. آخر ما هم یک جای کنجکی را جای 2 نفره است همینجا گیر کردیم، به خاطر شما
گفتیم باید تصویرهای خوبی از بین دریان بر بگیریم. ما رسیدیم به جزیره بزرگ استانبول. دیگه کم کم کشتی پهلو میگیره و ما وارد میشیم داخل جزیره. دیگه ما تقریبا 3 سال پیش آمده بودیم جزیره. این دفعه آمدیم همراه رامین جان ببینیم دیگه یک گردش هم تو خودمانی بزنیم و یک جزیره را به شما نشان بدیم. یک آب و هوای بسیار خوب هم هست. ما لذت برده رسیم از آب و هوا. قسمی که میبینین اینجا جزیره بویکادا، نفرای در جزیره هستن، کسایی که مثلا توریست هستن از کشورهای دیگه میان، فامیلی بلد نیستن اینجا یک نفر یا 2 نفر بر از اونا مثلا ترجمان از دیگه است میاد که از اونا بسته جزیره رو برشان به معرفی میگیره، چکرشان میزنن، ساعتشان تیر میشه. دوستا همه چیز هست در جزیره، هتل، شوک بخوای بیا اینجا بمانی، همه چیز داره، خلاصه مهیاست هر چیزی که بخوای دیگه اینجا. یعنی منظور رامین جان است که تمام امکانات هست اینجا، راحت میتونین بیاین از تعطیلاتتون لذت ببرین. حالا ما نمیفهمیم که از کدام بغل شروع بکنیم، خب مقصد بغل رفته رایستیم که ببینیم چی میتونیم پیدا بکنیم، کجا میتونیم بریم. کم کم میریم دیگه در دل جزیره وارد میشیم. اینجا به قول معروف چوک همین جزیره است. مرکز جزیره است که اینجا مثلا رستوران‌ها و هتل‌ها هست و بیروبار مردم هم اینجا زیاد است، مرکز است. از دیگه طرف‌های جزیره هم باز بالاخره اینجا میان به خاطر چای خوردن و یا شیشتن و یا تفریح دیگه ما اومدیم در این مرکزش. بسیار جالب بود، نفر مردم زیاد است، به ما بسیار جالب است. گفتیم میام یک چیزی گفته باشیم در مورد. و گپ جالبی گپ دیگه اینجاست، یک ما یوتیوبر نیستیم، اینجا فالوی ما دست راست ما یوتیوبرای دیگه هم از ثبت میکنن و یک جای به نظرم بسیار جالب است برای مردم دیگه. ما میدان میریم ببینیم چه چیزای دیگه را میتونیم به شما با تصویر بگیریم. اگر خوب فایده هم میکنن به خود در این روزهای دکانکای اینجا. ها دیگه اینجا اکثرا همیشه فایده میکنه، ولی چیزایی که اجناسی هم که در اینجا هست 2 برابر 3 برابر است فکر کنم. نه موسی جان؟ ها متوسط. نه؟ اینا چی باشه واسه اینا؟ این باسکیلک من خوشم میاد. والا اینجا خب یک شهر ورس دوستا. ما دفعه اومدم نمیدونم یادم نمونده دیگه. من رقمی جوش اصلا نگشته بودم. خب یک شهر بیروباره که بسیار زیاد، هوای بسیار خوب، شمال تو بسیار مزه‌دار یک هوا داره والا. صد و مردم هم تو هر کدامی مصروف لذت بردن از امروز خودشان است. دیگه در پالو از او ما هم لذت برده رایستیم والا. دیگه بسیار جای زیباست، بسیار یک جای حتما بیاین یک چکر بزنین و شما یک معلومات کوتاه راستی در مورد این جزیره را ببینین. باز دوباره ما و شما هستیم. نام بویکادا از 2 کلمه ترکی، بویک به معنی بزرگ و آدا به معنی جزیره تشکیل شده است. این نامگذاری به دلیل این است که بویکادا بزرگترین جزیره از مجموعه جزایر پرنس در دریای مرمره است. این جزایر شامل 9 جزیره کوچک و بزرگ هستند که بویکادا از نظر مساحت بزرگترین آنها است. به همین دلیل نام بویکادا به معنی جزیره بزرگ برای این جزیره انتخاب شده است. بویکادا یا همان جزیره بزرگ یکی از جزایر پرنس در دریای مرمره نزدیک به استانبول ترکیه است. این جزیره تاریخ پرفراز نشیبی دارد که به دوران بیزانس و عثمانی باز می‌گردد. در دوران بیزانس جزیره بویکادا به عنوان محلی برای تبعید استفاده می‌شد. بسیار از اشرافزادگان و اعضای خانواده امپراتوری که از قدرت خلع می‌شدند به این جزیره تبعید می‌شدند. و در دوران عثمانی این جزیره به مکان برای تعطیلات و استراحت تبدیل شد و بسیاری از افراد ثروتمند و با نفوذ ویلا و خانه‌های ایلاقی در این جزیره ساختند. بویکادا همچنین در دوران عثمانی به دلیل زیبایی‌های طبیعیش و آب و هوای معتدلش معروف بود.
پس از سقوط امپراتوری عثمانی و تأسیس جمهوری ترکیه، بویکادا همچنان به عنوان مقصد محبوب برای گردشگران باقی ماند. امروزه این جزیره به خاطر معماری زیبا، بایسکل سواری و عدم وجود خودروها بجز خودروهای خدماتی شناخته می شود. بویکادا به طور کلی به عنوان یک جزیره تفریحی و تبعید در طول تاریخ استفاده شده است. اما اطلاعاتی که نشان دهد این جزیره به طور خاص برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار گرفته باشد محدود است. دوستان از این بایسکل ها هست، میتونه اینجا شما کرا بگیرین. مثلا چند بایسکلی که بخواین کارتتون میگیره براتون بایسکل کرا میتونه. پلیت هم داره اینا کلگیشان. کل بایسکلاش پلیت داره. باور کنید دیگه جای موسی اینا رو بگیرید دانی 20 لیر است، اینجا دانی 45 لیر 90 لیر میگه. او برادر چه وضعش است اینجا؟ باور کنید کسی که داشته باشه دلش نمیاد اینجا خرج بکنه. ولی اینجا خیلی خانگاه‌های لوکس هایی که سابقه خانگاه‌های چوبی یک منظره. اینا تو ساعت چند میگیره؟ Abi siz bunu şey yapıyorsunuz yoksa? Kiralık değil abi ya. Ha kiralık. Tamam teşekkür ederim. می‌خواستم از اینا بگیریم سوار شه میگه کرایی نیست. نفر از خودش بوده. به نظرم سرش هم کمی که بعد خورد. ها خیر دیگه ما خو نمیفهمیم دیگه. ما توریست مردم نفهمیدیم. کشتیایی که دوستا اینجا می‌بینین برای 2 نفر 3 نفر دوستا یا رفیقای یا مثلا کدامی بچهای که گرلفرندهاش میان، دوست دختراشون میان یا فامیلی، اینی کشتی‌ها که هستن کرایی هستن. دوستا می‌خواستیم بایسکل بگیریم، والا راستش ده هفته واسطنش حوصله بایسکل موسی تو میدونی بگیریم؟ نه با خدا برای ما خیلی حوصله نیست در گرمی که بخوایم پیاده به زور رفته رسیم، چه برسه بخوایم با بایسکل بریم در گرمی. صاحبای ریکشا، صاحبای کسایی هستن که دمیجا بودو باش دارن، دمیجا زندگی میکنن، خانه‌هاشون همینجا هستن. واقعا کسایی که اینجا هستن از زندگی لذت میبرن. موسی نگفتی چرا؟ در بین یک جزیره، خانه‌های لوکس، هر آن چیزی که بخوای پیدا میشه. هرچی داخل میشیم به جزیره آرامش، سکوت حکم فرماتر میشه. خیلی حس عجیبی است. یعنی در استانبول وارد جایی که شهر و شور و حال مقال و سر و صدا زیاد است، جمعی همین مخت آرام میشه دوستان. ما پیشتر از اینکه پرسان که تو نمیتونید از جا کرا بکنیم خارش کرد شما اینو کرا کردن نمیتونید. یکی دیگه گفت اینجا چیز است ممنوع است. باز به این نتیجه رسیدیم فکر کنم که اهالی این منطقه یک تازه ریکشاهای برقی، سیتایرهای برقی دارن خاطر رفت آمدشون، چون اینجا موتر نیست دیگه، موتر اجازه نداره، موتر نمیان و بیشتر از این ریکشاهای سیتایر است که از استفاده میکنن. بایسکل است، شاید به خاطر آب و هوا و محیطش باشه. دیگه ما نتونستیم پیدا کنیم، مجبور شدیم، حوصله بایسکل نداشتیم. از این برقی ها بگیریم، برقی هم کرا نمیداده. البته تا فعلا نمیتون شاید پیدا کنیم بریم پس داخل از بازارک میریم، اونجا زیاد ماندگی بوده. ما آمدیم قرار آمدیم دیگه بریم ببینیم پیش چیه. پس کل مردم پیاده گشته است. لیکن دوستای عزیز مردم پیاده گشته است. ما دیگه چرا هرچی داخل میشیم داخل جزیره 4 طرف خانه و دیوار که میشه هوا کمه که گرم میشه، مثل چی میگم، مثل هوا بند میشه، شمال نمیاد، بند میشه. هوا بند میشه، شمال نیست، مثل قید میشه و رقم گرمه دمپق واره میشه. دیگه حالی رفته رسیم ما یک جای دیگه رسیم که مردم باز دوباره زیاد شد. دوستان عزیز پیشتر این موضوع رو داشتیم میگفتیم که اینجا مردم بیشتر همین چیزای برقی، موتورهای سه چرخهای برقی یا ما گفتیم ما و شما ریکشاهای برقی استفاده میکنن و بایسکل. مردم خود جزیره اینجا که میبینید تظاهرات کردن یا اعتراض کردن که در مقابل موتورهایی که میای اینجا میگه از او میگه استفاده نکنن اینجا و مردم اونجا خیلی تظاهرات کردن. اون پیشتر میبینید کلاگی میگه که از این موتورهای دیگه استفاده نشه، محیط زیست به خاطرش میگه آلوده نکنن جزیره را لااقل، چون جزیره موتر نیست، کلا چیزای بایسکل و چیزای برقی است. اون بنا فکر میکنه موتورهای دیگه شاید برابرشن تاثیرش نشون میتون براتون، اون دیگه از تیل استفاده میکنه، از خاطر او مردم دوست نداره. بیشتر ما از این دیگه بازم دل ما طاقت نکرد سه چرخا رو پرسان کردیم، اینا گفتن که به خاطر
تظاهراتی که پیشتر همین مردم کرده بود این اعتراض از این موترک این موتر است. میگن که نکنین از اینا استفاده نکنین، اینا به نظرم تیل است و گفتیم خب ما میخوایم کرا بگیریم، باز گفت نه کرا داده نمیتونیم به خاطر از اینکه امروز کلا گفت یک از لحاظ سیاسی مشکل است. گفت مردم جزیره، اهالی جزیره کار بوده، بسیار کارم بود، اهالی جزیره به خاطر ادمی رکشا تظاهرات کردن، گفت ما نمیتونیم کرا بدیم، فقط خود ما گفت میگردیم بینش، گفت کرا دادن نیست دیگه. دلیل اصلی شینی بوده. تا تصویر تو معلوم نمیشه، شما معلوم شه ولی چشم که ببینی واقعا بلند است، هم تو رفته ریس بلندیش مونده شده. اوف سعی کو پایین بگی. همین قرار بلندی را آمدیم دوستا، همین قرار آمدیم. اوف چه قراری دیگه نمیفهم چه خیلی دیگه مونده. ما از جای که خانه‌های مسکونی بود فکر میکنیم بر اومدیم، یک جای آمدیم که دیگه درخت و جنگل و این رقمی است. میگیم از منطقه مسکونی جزیره دور شده رئیسیم دیگه. اینجا دیگه خانه نیست، خانه کلا زیر موند و این راهی است که ما هنوز هم داریم میریم. داریم میاییم و نفس نمانده دیگه. کجا بری دیگه؟ از این بالاتر کجا بریم؟ خود جنگل بود، همه چیز بود، دوستا دیدن دیگه. نه یک راه رو تا آخرش بریم دوستا. چی گفتین؟ حال همین راه آمدیم، فکر میکنم سختی راه هم طی کردیم دیگه از این بالاتر کجا بریم؟ میبریم او بغل جزیره، او بغل جزیره بریم. او بغل جزیره چی گپ است؟ دریا رو نشون بده. او بیادر من 3 سال پیش آمده بودم، یک جا رو دیده بودم بسیار جای خوبش بود، تا میشتیم لب دریا بود، تو راحت میتونستیم سوازی هم بکنیم و منظره بسیار خوب هم میتونستیم بگیریم. حالا ما هر دو نفر پالیده رسیدیم اونجا رو پیدا نمیکنیم. ببینید دیگه تو غیر از جای درست میگی، جای درست میگی، هیچ نمیرسیم، هیچ نمیفهمیم که جای درست از این کجاست، ما رو میخواد کجا ببره. بین این همه گشتن و راه رو گم کردن و بنبست خوردن یک جای رسیدیم بسیار جای خوبیش است. وسط راست تو یک رستوران تکا دارن، اینجا باسکلا هم هست و ندارم کرا میگیرن چی میکنن یا از سایباشون از اینجا میمونن میرن پایان دیگه. اینجا او میوه اگه بخواین بخورین و چیزایی که یک لحظه بشینین چیل کنین یا تفریحتون بکنین، بعد از اون حرکت بکنین. دوست حالا خوب است دیگه، مایده هنوز خونه رسیدیم ولی بازم دیگه کم مونده. آبادی رو دیده رسی؟ از آبادی رو دیده رسیدیم. گفتیم رامی که یک جای رفتیم پیشتر بنبست خوردیم دیگه. رامین یک دفعه گفت نه دیگه میریم بر میگردیم. من گفتم هیچ کار نداره، راه رو دوره میکنیم. من میخوام نوشی برم. ببینم حالا خب جایتان خالی حتما بیاین ولی حوصله داشته باشین. مثل رامین میاره بی‌حوصلگی نکنین. نه بی‌حوصله نه، خودم گرم است، حداقل هوا سلخین هم باشه، سایه باشه، طرفای نمازدیگر بیاد. خلاص دلیل دیگه همه چیز اوکی باشه که بگردن. در حالی بر آمدیم دیگه. این چیز دیگه بر آمدیم دیگه، هر رقم راست ما میریم دیگه. میدان چی گفتین دوستو؟ ولی تا جایی که ما میفهمی رو دوباره مثلا از این رو تو میگی که مستقیم ما میریم پس دوباره از این رو در نقطه همونجا، ولی امکان نداره. ما همین قرار پس آمدیم، پس باید برگردیم. مطمئن هستم؟ خاص است تو مطمئن باش، من مطمئن هستم. ببینیم کدام ما صحیح است. باز در آخر برنامه ببینن دوستا گپ کدام ما صحیح است. صحیح است. مگم باز مقر بینه که نه قبول میکنم. بریم کاریم. نه دوستا صحیح کنین. واقعا جای زیبا نیست، واقعا زیباست. نه از منظره لذت میبریم؟ لذت چی میبریم؟ چه یک منظره ای هست. مقصد دوستا با اونجا نزدیک شدیم. در جایی که میخواستیم برسیم میدان نزدیک شده رسیدیم. ولی واقعا منظره بسیار یک منظره خوب، لذت بخش، آرامش. دریا بر آدم آرامش میده، مخصوصا دریا و جنگل هر دوش گرد شود. بازونم دید ما
زاویه. جایتون خالی دوستا، حتما اینجا بیاین از طبیعت حتما 100% یک دفعه باید استانبول آمدین جزیره هاش بیاین. واقعا جای خوب است. من به نصیب نمانم در تصویر. خب دیگه میده پس بالا میشیم و مسیری راه ما را میریم ببینیم. مقصد نزدیک شده رسیدیم به جایی که میگیم. دیگه نمیفهمیم، تو احساس میکنیم. تو احساس کرده برو ببینیم احساس تو چی جور میشه آخه. یا احساس تو درست است ها؟ بریم ببینیم. حالا اونمو گفت امریکایی که موسی جان گفت راه داشته ولی بسیار یک راه طولانی قبول است، بسیار زیاد دور شد دوستا. واقعا یعنی پیاده روی میگه گفتن پیاده روی خوب است ولی نه دیگه به این اندازه که ما خودت کردیم موسی جان دیگه بسیار یک راه دوری بود که ما آمدیم خسته و تکر امیال پایا باور که از خودم نیست خب دیگه ولی رسیدیم دیگه ان شاء الله دیگه با جور سری سلامت رسیدیم ولی تکه تکه از درون از رویت ببین سالم است ولی از درون کلا خراب شده. بالاخره رسیدیم. هم گپ مشد ولی راه راست میگم اینجا مثلا راه طولانی شد. بسیار پیاده گردی زیاد کردیم. یک طبیعت بسیار زیبا دیدیم. اما خواهرش داشت ولی در پادوش مثلا پیاده گردی هم زیاد کردیم. زیاد پیاده رفتیم. کلا اصلا دور این جزیره چرا کل جزیره را ما موسی امروز دوره کردیم. کلا هیچ جاش نمونده فکر کنم یک 4 ساعت شد دیگه. 4 ساعت شد که ما فقط میگردیم. تکی آمده بودم با کارت خود استانبول کارتا کار میداد ولی اینجا تیکت گرفت. تیکت 80 لیر. ما هم دیگه تیکت ها را گرفتیم. اول این ولی دفعه دیگه جا بودیم. ما دفعه از کارتال آمده بودیم. بالا اینجا چوکی نیست داره چوکی نداره ببینیم بالا بالاخره رسیدیم پس به جایی که میخواستیم دیگه بود. این چکر امروز ما سفر امروز ما خدا کنه تونسته باشیم ویدیو جذاب و جالب براتون ساخته باشیم و بسیار خسته هستیم، بسیار زیاد مانده و خسته هستیم. یعنی یک رقم سوختیم به حساب در هفته دیگه میده جمع بکنیم بریم طرف خانه دیگه. یادتان نره کانال ما رو سابسکرایب بکنین، ویدیوهای ما رو لایک بکنین، کامنت بمونین. حمایتتان کم شده ما رو حتما حمایت بکنین و به چنل یوتیوب ما سر بزنین حتما و ویدیوهایی که ثبت کردیم همون رو ببینید و قرار است ثبت بکنیم هم ببینید.